داشت توی کارخونه قدم میزد که متوجه یه قطره روغن روی زمین شد. اکثر افراد توی این موقعیت روغن رو پاک میکنن و میرن، اما اون همچین کاری نکرد. در عوض از خودش پرسید چرا اینجا روغن ریخته؟ با نگاه به بالا متوجه شد روغن از یه پیچ نش میکنه. یه فرد عادی شاید پیچو سفت کنه و بره، اما اون از خودش پرسید چرا فقط این پیچ نشتی داره در حالی که بقیه سالمن؟ پیچ رو باز کرد و دید که واشر لاستیکی اون فرسوده شده. قدم منطقی بعدی تعویض واشر بود، اما اون بازم ادامه داد. چرا فقط این واشر خراب شده در حالی که بقیه که در زمان یکسان نصب شدن هنوز سالمن؟ چند پیچ نزدیک رو باز کرد و روی میز بررسی کرد. متوجه شد که واشر معیوب از یه تولید کننده متفاوت تهیه شده. اون یافته‌های خودش رو به کارخونه گزارش داد. بهشون کمک کرد تا فرایند کنترل کیفیت و ارزیابی تولید کننده ها رو بهبود بدن. وقتی علت ریشه‌ای یه مشکل رو درک نکنی، هر چقدر هم که انرژی بذاری، فقط اون مشکل رو به صورت سطحی حل می‌کنی. برای حل واقعی اون باید دقیق بشی و حداقل 5 بار بپرسی چرا. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. به خانوادمون ملحق شو.